سلام بچه ها، چه خبر؟ میدونم که منو نمیشناسید و میگید که این چه خریه که داره میگه سلام بچه ها چه خبر تو اولین ویدیوش. آقا من توی این ویدیو قراره که خودم بهتون معرفی کنم و یه ولاگ از اخلاقاتم و محتوایی که قرار تو کانالم گذاشته بشه بذارم تا شما عزیزان راحت تر منو بشناسید و بتونید راحت با هم ارتباط خیلی میخوام برقرار کنید. اولین مطلبم میخوام برم سراغ محتواتی که قراره توی پیجم گذاشته بشه کانالم. چی بگم، بریم سراغ ویدیو. Here we go. خب آقا ببینید، اولین محتوای اولی که میخوام براتون بذارم فعلا توی این چند وقت شاید خیلی احتمال کم براتون دو ستای ویدیو گیم پلی اف سی موبایل یا کال آف دیوتی یا شاید هم پس موبایل بذارم. اگر خیلی دیگه چیز بشه از PS5 براتون گیم پلی میذارم. پسر خالم الان تو ترکیه خونه اوناییم داره. بعد دستیارم هم حتی از ایران برداشتم برای این پیج آوردم ترکیه با خودم. چی بگم؟ آها ببخشید، محتوای ماینکرافت شاید بذارم. ماینکرافت اولین محتوایی که احتمال بودنش زیاده بعد از چیزایی که فقط توی این چند روزه که ترکیه هم احتمال داره. ماینکرافت شاید بذارم. ولاگ زیاد میذارم، اینو یادتون باشه. چالش مخصوصا تو پارک با فوتبال و بسکتبال چالش زیاد میذارم. بعد از ویدیو بعدی یعنی تو ویدیو سومم بعد از این ویدیو، ببین این ویدیو رو ضبط کردم تموم. ویدیوی بعد میخوام یه نمیدونم واقعیتش هنوز ویدیو بعدیمو فکرشو نکردم ولی یه لیست درست کردم باید از روم ببینم. ویدیو بعدیمو یادم نمیاد سوژه‌شو ولی کلا ویدیو بعدیمو ضبط کردم میره کنار. توی ویدیو سوم اولین ویدیو چالشیم ضبط میشه که با دستیارم معرفی میکنم بهتون توی پارک، یکی از اون پارک های خیلی قشنگ ولی کوچیک محله‌ای که سبک با اینکه تو ترکیه است ولی سبک فوتبال خیابونی ایران رو یه جورایی برای من زنده کرده. از موقعی که اومدم یه چالش فوتبالی حتما میگردم پیدا میکنم. البته پیدا کردم تو لیستم رو هنوز پیدا نکردم. حتما پیداش میکنم براتون. تو ویدیوی سوم با دستیارم چالش فوتبالی یا بسکتبالی میرم. و محتواتی که قرار براتون بذارم شامل گیم پلی بازی PS4 هم میشه که هر موقع ایران رفتم به PS خودم رسیدم بهتون میگم که چه بازیایی رو قراره که براتون محتواشو بذارم. کیمدی بسیار زیاد براتون میذارم. کیمدیامو تو ویدیو دوم میتونم براتون نشون بدم ولی نمیخوام فعلا این کارو بکنم و فعلا میخوام چند تا کیمدی آنباکس کنم. امیدوارم که لایک و ساب کنید و یه روحیه‌ای بدید حداقل یکم بتونم پیشرفت کنم توی این راه، چون رویام یوتیوبر شدن بوده و هست. مثل حرفی که همه یوتیوبرهای بزرگ جهان میزنن، رویام یوتیوبر شدنه. بخش چیزو گذاشتم کنار الان، محتوا رو ببینید. اهل چیا هستم؟ بسیار خوشگذرونی دوست دارم. خیلی راستشو بخوایم آروم و ساکتم ولی زود عصبانی میشم. خانواده خونگرم و نسبتاً بزرگی دارم. اسم فامیلیمو و فیسمو فعلا نشون نمیدم تا 40 تایی شدنمون. اگر این ویدیو به 100 تا لایک برسه از ویدیو بعد به بعد بدون چهرم که میدونم غیر ممکنه
و اولین شورت ویدیو هم گذاشتم توی 2 دقیقه 2 تا بازدید خورد. دقیقا 2 دقیقه 2 تا بازدید. نمیدونم انشالله که ببینید و خوشتون بیاد. ریمیکس رونالدو. امیدوارم که زیر این ویدیو هیت ندید. کامنت ها رو میخونم. دیگه چی بگم؟ نمیدونم چی بگم راستیتش. ممنون که این ویدیو رو نگاه کردید. ویدیو معرفی خودم بود. یکم بی انرژی بودم چون که نمیدونستم چه جوری باید اولین ویدیومو بسازم. مثلا بگم سلام بچه‌ها. کدوم بچه‌ها؟ چه بچه‌هایی؟ بچه‌هایی که نمیشناسم و یه بچه‌هایی که مثلا یه جور سلام بدم که مثلا قریبن، یه جور سلام بدم که انگار 100 ساله دارم میبینمشون. سر همین یکم الان راستشو بخواید یخم هنوز باز نشده. از ویدیو دوم سوم به بعد خیالتون راحت باشه که یه سر ویدیوی ولاگ و چالشی و کیندی 100% PS گیم پلی میذارم براتون. ولاگو فکر کنم فردا یه دونه خوبشو براتون بذارم. امروز تنها ویدیو من اینه و شورت ویدیو که گذاشتم براتون. امیدوارم حمایتم کنید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. شیر کنید این ویدیو رو لطفاً حداقل لینکشو شیر کنید که به یه جای برسم. حداقل 2 تا بازدید بخوره مثل شورت ویدیو. نمیدونم چی بگم چون هر یوتیوبری که واقعا خواسته تلاش کرده و از ته دلش مثل الان من از شما خواسته که کمکم کنید تا برسم به سطح بالایی از یوتیوبری شده و الان نمیخوام حرف بزنم زیاد. فعلا یه خدافظی موقت میکنیم تا فردا پس فردا که اولین ویدیوهای رسمی من شروع بشه و براتون کلی چالش دادم. خیالتون راحت باشه. فعلا خدا نگهدار.